وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز گفتن که دلیل دوم برای اثبات وجود الله متعال نشانه های فراوان هست. آیات الله متعال در کائنات هست که ما میبینیم، گفتن بیشمار هست. حالا میریم به سراغ بعضی از این نشانه هایی که بیشمار هستند و دلالت میکنند بر وجود الله متعال. استاد سلیمانی عزیز گفتن آیات و نشانه هایی که دلالت بر وجود الله متعال میکند خیلی فراوان و بیشمار هستند. چنین است؟ یقینا در هر مخلوقی از مخلوقات الله متعال، هر مخلوقی خود به خودش، بلکه در خود مخلوق باز مخلوقات دیگری، هر کدام از اینها دلیلی است و نشانه است و آیه است از آیات الله متعال که دلالت بر وجود الله متعال میکنه. الله متعال این را در نظر داشته باشیم که فرمود ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله، در آیه 104 سوره مبارکه نحل که قبلا هم اشاره کردیم بهش. الله متعال میفرماید کسانی که به آیات من ایمان ندارن، الله تعالی اونها ایمان اصلا هدایت نمیکنه. هدایتی نیست. بس دیگه ایمان آوردن به آیات الله هم به نشانه های قدرت الله هم نیاز هست. آیات الله متعال، وقتی که ما آیات الله متعال رو نگاه میکنیم، خب آیات ما در دو تا شهرش مطرح میشه. یکی آیات در معنای عام است، در معنای عامش است که هر نشانی از نشانه های الله متعال هر مخلوق. درست. و یک معنای خاص‌تر داره که باز آیات قرآن کریم است که باز در آیات قرآن کریم معنای اول باز پررنگه. نه وقتی که در قرآن میایم بیش از هزار آیه قرآن کریم، بیش از 1000 آیه قرآن کریم درباره چی صحبت میکنه؟ درباره آیات تکوینی، درباره مخلوقات الله متعال صحبت میکنه. ما سوره ها داریم، یک سوره کامل داریم اسم نحل درباره زنبور عسل، یک سوره کامل داریم درباره زنبور عسل که 17 صفحه است. این سوره نزدیک یک جزء این سوره اسمش هست نحل. سوره چی؟ زنبور عسل. سوره زنبور عسل این یک سوره است. سوره داریم به اسم نمل، مورچه. سوره داریم به اسم عنکبوت. عنکبوت اسمش عنکبوت است در فارسی، ما بهش میگیم عنکبوت. ما سوره داریم به اسم بقره. ماشاءالله بزرگترین سوره قرآن کریم است. درباره اسم سوره از گاو. اینها همه ما سوره داریم به اسم انعام، چهارپایان، حیوانات. و این سوره انعام از اول تا آخرش توحید و نشانه های عظمت الله تعالی که در تمام سوره ها ما این موضوع رو داریم. و در همین سوره نحل، همین زنبور عسل که خودش یک عظمتی است. حالا من اگر بخوام در این باب صحبت بکنیم درباره عسل و درباره زنبور عسل و درباره شگفتی هاش، که من پیشنهاد میکنم عزیزان درباره کتاب هایی که نوشته شده مطالعه بکنن و مقالاتی که درباره عظمت نظام زندگی زنبورهای عسل و سیستم حرکت اینها و اون شگفتی هایی که است و اون عسلی که الله تعالی میفرماید فیه شفاء للناس، شفایی است برای مردم. در سوره نحل آیات فراوانی است درباره عظمت الله متعال. و همین آیه 104 این سوره باز الله تعالی میفرماید کسانی که به آیات الله متعال ایمان نیاوردن الله متعال اونها هدایت نمیکنه. این هدایت از تفکر در آیات شروع میشه. و در سوره مبارکه زاریات الله متعال میفرماید که و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هایی است برای کسانی که یقین دارن. این یقین از کجا پیدا میشه؟ این نشانه برای کی هست؟ و فی الارض آیات، این نشانه برای کی هست؟ برای هر کسی نیست. للموقنین، کسانی که دنبال یقینن، کسانی که باورمندن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. برای یک انسانی که به تعبیر قرآن صاحب لب هست، مغز هست، در این تعبیر به دنبال یقین هست، انسانی که واقعا به دنبال شناخت الله متعال است، هر برگ یک آیه نشانه الله متعال است. اما برای بقیه چی؟ کسی که مهم نیست براش، درخت دیگه، حالا چی گیر دادی درخت دیگه چی از کار اینقدر درباره فکر میکنه؟ حالا مگس فکر کردن میخواد، پشه فکر کردن میخواد، بزن بکشش. این تعبیر چقدر فرق میکنه با اون تعبیری که کسی میاد مگس رو نگاه میکنه، پشه رو نگاه میکنه، برگ رو نگاه میکنه و از این به عظمت الله تعالی میرسه. به والله میبینیم بعضی ها
وقتی که انسان درباره اولیای الله متعال میبینه و وصف حالشون و تفکر و تدبرشون درباره نشانه‌های الله متعال که میان درباره یک شی بسیار کوچکی وقتی که میشینن خود الله متعال که درباره سوره نحل وقتی درباره زنبور اصلا یک سوره نازل میکنه در قرآن، این نشان از اهمیت اینها است. وقتی که اولیا میبینیم میشینن اولیای الله متعال تفکر میکنن درباره یک موضوع کوچکی و این تفکر چقدر تاثیرگذار است در ایمان و در زندگی ما. و فی الارض آیات للموقنین، الله متعال فرمود در زمین نشانه‌هایی است برای اهل خرد، و فی انفسکم، قبل از زمین حتی در خودتون. یک نگاهی به خودتون بندازید، به بدن خودتون بندازید، به دور و بر خودتون بندازید. افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ ما همینو بیایم رو همین آیه یک مقداری صحبت کنیم. افلا تبصرون، آیا نمیبینید؟ خود ما انسان قبل از اینکه به سیستم وجودی خودمون بپردازیم که این شگفتی هایی که در وجود ماست و دستگاه های تنفسی که الان در هر جزء بدن ما، مثلا چشم، گوش، بینی، زبان، به همینجوری سیستم قسمت های مختلفی که بدن ما داره، هر کدوم یک تخصصی راه افتاده و هر تخصصی باز یک دانشکده های خاصی، فقط سالها پزشکی مثلا فقط در چشم تخصص میگیره، مثلا متخصص فوق تخصص چشم آقای فلانی، یعنی فقط این کارش فقط چشمه، یعنی 10 سال 15 سال 20 سال این درباره چشم تحقیقات میکنه. 20 ساله که این آقا صبح تا شب درباره یک چشمی که شاید چقدر اندازه یک خرما بیشتر نیست. این نشان از چی داره؟ گوش، فوق تخصص گوشه آقا، گوش و حلق و بینی که اینا به هم ربط پیدا میکنن. یا مثلا یکی میگه فقط متخصص دستگاه گوارش، این آقا فقط متخصص 20 سال درس خوانده که تخصص پیدا بکنه که این غذایی که ما میخوریم از اینجا تا اون طرف که میاد بیرون چه اتفاقی میفته براش و این مسیر چه مشکلاتی پیدا میکنه، راه حلش. اینها قبل از اینکه به اینها برسیم برگردیم عقب. یک مثال خیلی ساده. حالا شاید بعضی از عزیزان بگن ما برای این آیات نیاز به تخصص داریم، بعد بریم مجلات بخوانیم و یک حساب 2 تا 4 تا درباره خود آفرینش انسان ها. ما انسان ها الان نزدیک 7 میلیارد نفریم روی زمین. درست. خب برگردیم عقب. من الان خودم میگم 33 سال پیش من نبودم روی زمین. حالا دقیقاً 33 سال 1 ماه پیش، کمتر از 1 ماه، 20 چند است. من روی زمین نبودم دیگه. برها 35 سال پیش که اصلا هیچ اثری از من نبود. خواهر برادرای منم مثلا پدر بودن و مادر. شما هم همینه کار. همه بینندگان ما هم همینه کار. 50 سال پیش، 100 سال پیش چند نفر از ما روی زمین بودن؟ هیچ کدوم ما نبود. این حکایت برمیگردیم عقب‌تر. یعنی امروز تعداد کسانی که عمرشان از 100 بالا باشه خیلی محدود هستن. خیلی اصلا یعنی علاوه از اونها این انسان‌هایی که روی زمین می‌بینیم 100 سال قبل هیچ کدام اینها نبودن. الان برگردیم عقب‌تر. اگه به 150 بریم که هیچ کس هر چی برمیگردیم عقب‌تر، ما که نبودیم پدر مادرای ما. خب پدر مادرای ما حکایتشون مثل ما. هر چی برگردیم اونام نبودن، پدر بزرگا مادر بزرگا، اونام نبودن، پدر بزرگ مادر بزرگ، همینجوری میره تا وارد. هر چی برگردیم عقب‌تر جمعیت کمتر میشه. دقیقاً. درسته؟ یک حساب بسیار ساده است. همین خود ما دیگه. پدر مادر ما 2 تا بودن، الان ماشاءالله ما بریم بعد از ما و فرزندای ما و نواده‌های ما می‌بینیم که 30-40 نفر شدیم. دقیقاً. عقب‌تر که برگردیم هر چی برمیگردیم جمعیت کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر میشه. برگردیم با شما بریم. نه. چند هزار سالش من با این کاری ندارم که چند هزار سال بود یا چند، بعضی میگن چند میلیون سال، اینا رو بگذاریم کنار. به این روی این اتفاق نظر پیدا میکنیم، آخرش میرسیم به چند نفر؟ به 2 تا. به 2 تا. درسته؟ هیچ انسانی نمیتونه این انکار بکنه. هیچ عقل سالم این انکار نمیکنه. آنچه که فعلا روی زمین هست، برگردیم عقب، اینو بشینیم که این فکر کنیم روش دقیق. میرسیم به یک مرد یک زن. اسمشون چی بوده؟ اونم مهم نیست. بودن، بالاخره این 2 تا بودن. حالا بگیم آدم و حوا، ما میگیم آدم و حوا. یکی دیگه بگه آقا اسمشون چیز دیگه بود. باشه قبول، اسمشون چیز دیگه. این 2 نفر با هم ازدواج کردن. بچه‌هاشون به دنیا اومد، بچه‌ها ازدواج کردن، بچه‌ها به دنیا اومد، بچه‌ها تا ما شدیم معلوم ما از اون نسل اومد. اون 2 نفر خودشون قبل از ازدواجشون، قبل از اینکه ازدواج کنن، اگر مثل ما رشد کرده باشن و زندگی کرده باشن، باید جوان بوده باشن، نوجوان بوده باشن، میریم عقب. طفل میشن، کودک میشن، میریم عقب‌تر. مثل زندگی خودمون دیگه. برمیگردیم تا یک جایی که اینها باید به دنیا اومده باشن، تولد شده باشن. بله. یک طفل مرد،
یک طفل پسر و یک طفل دختر از کی متولد شدن؟ از کجا؟ سوال. جواب این سوال رو باید پیدا کرد. این مرد و زن از کجا متولد شدن؟ این یک حساب 2 4 تای عقل دیگه، خیلی ساده، اصلا نیاز به هیچ تخصصی هم نمیخواد. این از کجا اومدن؟ از کی متولد شدن؟ اینجاست که دیگه ذهن نمیتونه جواب بده. اینجاست که مجبوره بپذیره که نه، حکایت اونا مثل ما نبوده. اونا یک حکایت دیگه ای داشتن. اونا از یک جایی اومدن. اونا یک کسی خلق کرد، چون نبودن. اونا نبودن. قبل از اونا اصلا. قبل از اونا این دنیا بود. این زمین بود. این زمین مال کی بود؟ زمین رو کی خلق کرد؟ آسمون رو کی خلق کرده بود؟ حتی همین زمین و آسمون و کسانی که میگن یک انفجاری به دنیا آمده، یک تق به توقی خورد و باز همه چیز به وجود اومد، خب اون انفجاره رو کی به وجود آورد؟ همون موادهایی که با هم جمع شدن منفجر شدن، اونا از کجا آمدن؟ اینا همه سواله. اینا سوالهاییه که اون فطرت اولیه ما رو بیدار میکنه، دوباره برمیگرده. خیلیا سعی کردن که اون کسانی که باورمند نیستن به الله متعال بگن آقا اصلا این مسئله که شما میگید اینطور نیست که عقب رفته باشه و انسان ها هم از 2 تا یک پدر مادر به وجود اومده باشیم. ما وقتی که برگردیم عقب خیلی عقب، یک میمون هایی بودیم. همین میمون به اصطلاح، حالا بعضی تو افغانستان میگن مثل که شادی، حالا بهش میگن شادی، بعضی عربیش هم قرده، میمون یا شامپانزه، اینایی که حیواناتی که خیلی شبیه انسانن در ظاهرش. میگن ما اصلمون میمون بوده، بعد میمون هم اصلش باز یک موجود دیگه ای بوده، تک سلولی. خلاصه این که از داخل آب یک سلولی رشد کرده، یک موجودی به دنیا آمده از آب بیرون و این رشد کرده و مارمولکی شده و مارمولکش باز یک کمی درازتر شد و باز یک کمی 4 پاش، دستاش پاش بلندتر شد، دستاش کوتاه‌تر شد و بلند شد و کم کم رشد کرد، شد میمون. میمون تکامل پیدا کرد، رشد کرد، شد انسان. ما شدیم انسان‌های تکامل یافته اون میمون‌های دیروزیم. میگن اینو بعضیا. یکی اسمش رو گذاشتن، حالا یکی به اسم داروین اومد همچین حرفی مطرح کرد، یک زیست شناسی در غرب، یک عده هم اومدن نشخوار کردن این حرف‌ها رو و گفتن ها این ما را اینا اینجوری بوده، پس ما میمون بودیم. خیلی دوست داشتن که بگن ما از باغ وحش آمدیم، ما حیوان بودیم. خیلی دوست دارن ثابت بکنن که حیوانن. خیلی هم رویش اصرار دارن، نه ما حیوان هستیم، ما حیوان بودیم، پدر مادرمون هم میمون بودن. یک جواب خیلی ساده، مبارکتون باشه. اون کسانی که میگن پدر مادر ما میمون بوده، ما میگیم مبارکتون باشه. اگه شما میمون زاده اید، ما آقا زاده ایم، ما انسان زاده ایم، ما آدمی زاده ایم. پدر مادر ما آدم و حواست. شما حیوان زاده ها، این تعبیر خیلی معذرت میخوام من از این تعبیر، یعنی انسان میمونه، چه جواب به این آدم بده؟ یعنی کسی که اینجوری میخواد بگه من حیوان بودم، خب عقل خودش میخواد مثل یک میمونی همینجوری تعطیل بکنه، درشو ببنده، بعد همینجوری باهاش صحبت کنه. خب مبارکتون باشه. آقا شما خیلی اصرار داری بگه من حیوانم، مبارکت باشه. خب تو میمون زاده، قبول. آقا اصلا تو بچه میمون، قبول. چون ناراحت میشی، تو بچه میمون. ولی از این جوابم که بگذاریم، خود همین کسانی که مسئله رو مطرح کردن، خود همینها هم بعدها به این نتیجه رسیدن که واقعا این گونه نیست. اگر قرار بود تکاملی به وجود داشته باشه در بین میمون‌ها، چرا این حلقه تکامل تعطیل شد؟ چرا میمون‌های بعدی، چرا امروز ما یک میمونی رو نمی‌بینیم که انسان شود؟ چرا میمون الان حداقل این میمون اگر قرار بوده مراحل تکاملی طی بکنه، خب یعنی میمون‌ها بین ما میمون‌ها و انسان‌ها باید بین یک رشد دیگری، مراحل دیگری هم باید می بود. یعنی باید بین از ما و میمون‌ها که انقدر فاصله هست، به هر حال در فهم و درک و درایت و شعور، یک مراحلی می بود. حیوان‌های دیگه هم مرحله متوسط بین ما و اونها می بودن که می گفتیم ها ببین این الان مثلا 500 سال بعد، 1000 سال بعد این میشه آدم، این میشه انسان. الان این میشه 100 سال بعد میشه انسان، اون 500 سال بعد میشه انسان، اون 1000 سال بعد میشه انسان، چون مرحله تکامل میرسونه. مثل دقیقاً حکایت خودمون دیگه، مثل بچه طفل رو ببینیم آقا این الان تازه به دنیا اومده، هیچ چیز بد نیست. این 20 سال بعد میشه، 10 سال بعد میشه نوجوان، 20 سال بعد میشه جوان، 30 سال بعد میشه میان سال، 4 سال بعد میشه پیر. مثلا این چرا نیست؟ این یک دلیل. و دلایل فراوان دیگری که اصلا هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که یک انسان در ابتداش میمون بوده باشه. و این کسانی که خیلی تلاش دارن که ثابت بکنن ما در ابتدا میمون بودیم، ولو اینکه
ولی این که حالا بگیم باشه جناب حیوان زاده، شما که فقط خیلی میخواد بگه حیوان بودی، میمون بودی، خب اون آبی که از داخل اون میگین شما یک تک سلولی خارج شد، اون آبو کی خلق کرد؟ از چی میخوان فرار کنن اینا میخوان ثابت بکنن که به هر حال دنیا خالقی نداره، این تقی به تقی خورد یک چیزی وجود آمد. درست. یک چیزی وجود آمد. یک عده منکر وجود الله متعال هستند. حکایت جالبی را از امام ابو حنیفه رضی الله عنه نقل میکنن که یک روز حضرت امام یک مجادله و مناظره داشتن با کسانی که منکر وجود الله متعال بودن. همه این تلاش های کسانی که میگن ما حیوان زاده ایم و میمونیم، از جنگل آمدیم و باغ وحش و دلشون تنگ شده برای آب و اجدادشون، اینا همه میخوان الله تعالی رو منکر بشن، وجود الله متعال، و این هدفشون انکار وجود الله متعال است. الله تعالی هم درباره اینها خیلی تعبیر جالبی داره، میفهمد لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن نمیشنون، و اینها قلب دارن درک نمیکنن، اولئک کل انعام، اینا خودشون مثل حیوانان، بل هم اضل، این از اونها بدترن، اونها میگن ما حیوان متکامل هستیم. اگر قراره به تکامل این باشه که انسان یعنی از دید شما به اوج تکامل رسیده باشه، که نرسیدیم ما در ذاتمون، در جسممون. چشم عقرب و کرکس خیلی از چشم انسان ها قوی تره. میبینیم که چند صد متر بلکه 1000 متر در آسمان یک موشی رو روی زمین میبینه. چشم چیزترین چشم مال عقرب ها و مال عقاب ها و کرکس هاست. درست. یا بو، حیوانی که دنبال حالا سگ و امثالش در بو کردن، خیلی از انسان ها قوی ترن. اگر قرار بود که ما در کل جسممون به تکامل برسیم، خب نرسیدیم. اون تکامل جسمی که شما میگید، اون سگ که دماغش از ما قوی تر کار میکنه، اون یکی چشمش از ما بیشتر کار میکنه، اون یکی که فیل که اصلا با دماغش ما رو ور میداره پرت میکنه 6 متر اون طرفتر هستن، اون یکی دیگه میبینیم که دندان داره که اگر از این طرف گذاشت این طرف گردن ما رو کلا قطع میبره اصلا. این دلایل فراوان، اینها تلاش دارن که بگن ما اینجوری هستیم. مثال اینا زیاد بود اینا از قبلا بودن، میخواستن منکر وجود الله متعال بشن. امام ابو حنیفه رضی الله عنه در جای دعوت شدن برای مناظره و عمدن دیر رفتن. کسانی منکر وجود الله متعال بودن و اینکه خدایی نیست اصلا، همه چیز تصادفی. اینا میگن همه چیز تصادفی به وجود آمده، تقی به توقی خورده و این همه عظمت به وجود آمده، این همه شگفتی به وجود آمده و هیچ دیگه همینجوری وجود آمده. امام حنیفه رضی الله عنه ایشون وقتی رفتن سر محفل و دیر رفتن، گفتن آقا چرا دیر اومدید شما که انقدر ادعای خدا میکنید و خدایی هست و حساب و کتابی هست و ایمان و باور و اعتقاد و وفای به عهد و وفای به قول و الله متعال ناراحت میشه، شما که اعتقاد دارید به این چیزا چرا سر وقت نمیاین؟ حضرت فرمود که ببخشید دیر شد، من اون طرف دجله بودم و از اون طرف میخواستم بیام این طرف، از این رود میخواستم رد بشم، هیچی نبود، نه قایقی بود نه کشتی بود، حساب کردم اینور نگاه کردم اونور نگاه کردم، دیدم هیچی نیست. بعد یک دفعه یک رعد و برقی آمد، بعد یک درختی بغل دست من بود خورد به این درخت افتاد و این چوب ها افتادن، بعد این چوب ها همینجوری جوره چشم من، این چوب ها بلند شدن صاف شدن، این چوب زد رو کلی اون چوب اون صاف کرد، بعد این چوب ها با هم جمع شدن، یک دفعه یک سنگ از اون طرف آمد، بعد این شروع کرد به کوبیدن این چوب ها و یک دفعه از اون طرف یک آهنی پیدا شد آمد، اینا میخ شد، یک دفعه اینا یک چوبا و میخه ها و سنگ ها با هم دیگه همینجوری شروع کردن، این به اون زد اون به این زد، یه قایق کوچکی درست شد افتاد داخل آب، منم سوار این قایق شدم اومدم این طرف پیاده شدم تا پیش شما رسیدم، یکم دیر شد، ببخشید به هر حال این تا این قایق درست شد خود به خود و بدون هیچ انسانی هم نبود، من همینجوری نگاه میکردم، من ایستاده بودم خود به خود اینا اتفاق افتاد. اینا گفتن که این خطاب به اون امیری که اونجا بود، امیر منطقه که میزبان بودن همه در بحثش مناظره بکنن و طرفدار امام بود، گفتن که این عقلش سالمه، سر جاشه، خزعبلات چی این میگه؟ چوب ها بلند شدن خودشون، میخی از اون ور اومد، چوبی از این ور اومد، سنگی از اون ور اومد، اینا به هم خوردن، قایق درست شد و خود به خود بدون دخالت مگه میشه؟ حضرت فرمود که من در تجربه‌ام از شما، آسمان با این عظمت، دنیای با این عظمت، انسان‌های با این نظم و شگفتی رو شما میگه تقی به تقی خورده، این از اون ور به این خورده، اون از اون ور به اون خورده، به وجود اومد. یک 4 تا چوب و 4 تا میخ شما قبول نمی‌کنید. شما چطور باور می‌کنید که آسمان با این عظمت به وجود اومده بدون هیچ گونه خالقی و قبول ندارید که این قایق بدون خالق وجود اومده باشه؟ و اینها فبهت الذی کفر. و این حکایت از قدیم الایام ادامه داشته، اما آنچه که واقعیت است و آنچه که
فطرت خود انسان داد میزنه. و عجیبه که همینها هم که میگن ما تعقیب توقی خورده گفتیم، هم موقعی که در مشکلات و مصیبت ها گیر میکنن باز یک دفعه میبینیم که بیاد الله متعال میفتن و دست بلند میکنن و دعا میکنن. و تمام وقتی ما به تاریخ هم نگاه میکنیم، تمام انسان هایی که قبل از ما زندگی کردن بلا استثنا همشون این مصیبتی که جدیداً در عصر و زمان ما عده‌ای باز شروع کردن، درست. در طول تاریخ اکثر مردم روی زمین، حالا نمیگیم عده‌ای اندکی بودن، همیشه اکثر انسان‌های روی زمین خودشون معتقد به وجود یک خالق بودن. درست. با خود این دلالت بر این میکنه که ذات انسان و فطرت انسان به دنبال خالق هست. حالا درباره خالق باز صحبت باقی میمونه که تعبیرشون و تعریفشون از خالق چه بوده است. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني